قصة كيا وابن كيا ليه مش وجه بشنو وش وجه أمير حمزة وعمر أمية چون امیر حمزه و عمر امیه 7 ساله که بیتن روچه میان شهر در حال ترک آتن در محلی رستن که چند پهلوان کشتی کنگاتن در میان جوانی بیته که تمامانی به زمین نجد ساعت ایشان تماشا کد دیدند که جوان چشین آغاز خبر کد که پهلوانی در جهان نیستن که گومان برابری بکن. امیر حمزه به عمرو گوشت ای چه وشی چه باید بکنی؟ عمر امیه گوشت باید آیا کشتی بگیره و آیا به زمین بزنه. امیر حمزه دیما تد پاد آیی گپتی چه زمین چستی کو دور سر وقتی ترین تی به زمین نجتی که هیچ هردان درو آیی منتن توکاوش نمانتن گوگا در شهر توکا کبت که طفل 7 ساله چوک خواجه عبدالمطلب پهلوان شجاعی کشت. چون عبدالمطلب آیی خبر اشکت گوشتی حمزه بیاری. حمزه آورد بایی گوشتی ای پرزن پرچه جوان کشته؟ حمزه و ای پدر عمر امیه به من گوشت با آیا کشتی بگیر و آیا به زمین بجن. من پاد آیی گفتم به زمین نجدم در حال مرد. پس عبدالمطلب عمر امیه و حضور طلبت گوشتی ای ایار بلا پرچیا چوکا منیگه راهنمایی کنه. عمر امیه گوشت پهلوان لاب بیهوده جتا بٹاک جتا بیهوده موشی او تر تعریف کتا ما یہ پیما راهنماییوں کتا. خواجه عبدالمطلب گوشت ای دوست دست چمون چوکا چس کن. عمر امیه گوشت ایشین من رواگم توقعی چت چوکا نیستن. شی گوشت و عبدالمطلب کسان مقتول لوٹانتا خون بهای داد خوشنودی کتا. امیر حمزه و عمر امیه تاکید باز کد که دفعه بعد دیگه چه ای کاران نکنه. چون چند روز که گوشت امیر حمزه و عمر امیه گردش کنان به سوی بتخانه کن. عمر امیه گوشت زانه ادا چیه؟ امیر حمزه گوشت نزانم. عمر امیه گوشت ادا بتخانه هسته که در آیی بتان زرین یرم بتان که تمام مردم مکه به خدایی پرستش کنن. پهلوان و عمر امیه نزدیک بتخانه کن. چون راهبان امیر حمزه دید سر به زمین یرکو. عمر امیه چهارتان دیدند که 80 بت زرینه یرکتا گو امیر حمزه داخل بیتن. امیر حمزه هر راهبانی که گفت به زمین نیجتن مرتن. چون راهبان تمام راهبانی که به دوزخ دیم دادن. عمر امیه بت مزنه که چه زر خالص بیتگه مکمل جواهر طلاهینی اڈا کتا بیتگه گفتی در بغلا کتی و آسی در بتخانه جد و چون آس در انبار بتخانه گفت گوگا شورش مشهره کرد و خلایق محلو تمام تد که عبدالمطلب خبر داد که چوکا تیگا در بتخانه آتش آس جتا. عبدالمطلب پاد نزدیک حمزه آد کو گوشتی ای پرزن چیه کد؟ پهلوان ورد هرچی عمر امیه گوشت ما کد. پس عبدالمطلب دیم گو جانب عمر امیه کد آورتی ایار من تو چندین بار من کده پسا چوکا منیگا بدراها مکش تو خبران نش کنه. عمر امیه گوشت ای خواجه ای بیرایی هستن شما فکر کنی که این بوتان
چی هستن؟ ایشان که سانه او ایشان خود بیقرار کنه و ترا روان بت پرستش کنه، این درست نه. و ترا به خدایا قبول نکنه، به عمل بیهوده شما جمله بتان آس جتون سود کنتون. لیکن یه بت مزنه که به حاج عزی باز کد امانو داد، ما آیی مسلمانو کده همراه وطی آورده گو. ایشین که در بغل منینگا هستین برای خرج امیر حمزه وطن داشته. چون عبدالمطلب یه خبر اشکو حیران ماند و هیچ دمی نجد چه اودا برگشت. چون روچدگه بید با عادت قدیم هر دوی محب جانی در رفتند. دیده که میان میدان خلایق بازی مردم جمع بیته. عمر امیه چه یکی جز کو ادا چه خبر هستین؟ ورچی مرچی پهلوانا کشتی گرنده. عمر امیه گو میان ایشان پهلوانا زور آورتر کین، ورچه طاهر نام پهلوانی هستین. پس هر دوین در او در رفتن خاموش نشتن. بعد چه که طاهر چند پهلوانی به زمین نجات نعره جد که کجا هستین؟ رستم دستان سام نریمان زال گیو و گودرز و بیژن. امیر حمزه رو به جانب عمر امیه کت. عمر امیه آورتی گوشتی ای دوست ای مرد چه وشی؟ عمر امیه گوشت ای پیما گوشی که در روی زمین همچو من مردی نیستین. امیر حمزه چون ای عشقو پا داد. پهلوان پهلوی طاهرت گوشتاد پادی وطی به زمین نآورد و گوشتی ای پزول بیا پادا منیگه بگر. طاهر چون چای ای خبر عشقو گوشتی ای بچه سنگی به من سنگیا وطیگه به من مجم چطور گرانتر من چس کدم. اول تو بیا پادا منیگه بگر. امیر حمزه گو ای نادان من اول با تو زور نکنم تو که وطا لاب بیهوده مجنگه اول زورا وطیگه بکنده. پس طاهر پاد امیر حمزه گه در زور بید چندان زوری داد که چه 10 لنکوک آیه 10 قطره خون چکت نتونتی تکانه و پاد امیر حمزه بدم. پس چه پاد امیر حمزه دست داشت. چون نوبت پهلوان جهان بید دستی دراج کد پادی آیی گپ آیی اوچی زمین چسک و بالا سری وطی ترند به زمین نیجد که مغزی و دماغ درد. طاهر مرد گوگا در میان خلایق کرد. جمله عرب جمع بیتن برچه گناهی به حمزه نه. اگر کسی در جنگا بمیری باکی نه. پس عبدالمطلب اولیاء مقتولانی چیز داد و خوشنودی کتند. اینجا داستان پنجم چو روایت کنند که عبدالمطلب حمزه پهلوان در خانه آورتی نصیحتی کد و گوشتی ای فرزند در شهر بازی مکن. اگر ترا هوس تماشا بیتن در نا شهر برو تبریک کن. حمزه قبول کد. پس روچ دگه پهلوان عرب و عمر امیه چه شهرها چه در نا ات کن. تماشا کنان به چیر درخت خرمای رسته که بار یارتگ یعنی بره. عمر امیه چالاک جسته که جتی را برزا درختگا لگه ناورگا خرمای ورد یک شاکه پروشتی وجه به چیره آت و با ورگا مشغول بید. امیر حمزه وشت ای دوست کمو که به من هم بده تا برم. عمر امیه وشت تا هم برو درچک سرا شاخه بپروش و بر. امیر حمزه دست متنه درچک خرمای جد چه بیخوا چه بود کی شروعی کو به ورگا خرمایگا. چون که باغبان ای پیما دید خاکی به سر رد
پیش عبدالمطلب بعد گوشتی فریاد ای خواجه. خواجه گوشت چه دسته که فریاد کنگه. گوشتی چه دسته فرزند تو که درخت 30 ساله منیگا که سال به سال باریار چه بیخوا گوت که تمام زایی کد. خواجه عبدالمطلب و تی پسران مشورت کد که ای فرزندان در حق حمزه چی کنم که آی بیادب بایگه. عباس رضی اللہ عنہ گو بهتر ای هستن که هر دو اینا به مکتب دیم بده تا علم ادب بیاموزن. پس مرد ملایی که آیا کبیر علم گوشت آورد که امیر حمزه و عمر امیه که درس بدن. سپارش بازین کتنده که ایشان علم ادب سوچ بده. معلم اول حمزه درس داد. حمزه درس وقتی یاد کد. نوبت با عمر امیه رسید. معلم گوشت من بتو گوشم. عمر امیه گوشت من بتو گوشم. معلم گوشت جان فرزند هرچه من گوشم تو هم بوش تا چیزی یاد بگره. بوش الف چیزی نداری ته دو در سر داری. سه تا در سر داری. عمر گوشت آقا منا چه من پرچیه بوشم یه داری و نداری. هر کس هر چیزی لوٹی داشته ببی اگر نداری خدای بدن آکه زیادی داری به دیگری بدن که نداری. ما را به یک کاران چه کار هستیم. آخوند در غضب بید چوب بلندی کو که عمر امیه بچنته. عمر امیه تاک سیدر جدی تا وجه آخوند مولای کوشی دوزتن زورتن شو چه مکتب خانه بدرت رب دکان حلوایی رسد. گوشتی ای کوشان چمان بگر حلوای منو بده. شخص حلوایی کوش گبتن حلوای داد. عمر امیه حلوا گبت و در مکتب خانه یاد کامو که به حمزه گوشت ای حلوا تو کجا آورتگم. عمر امیه گوشت چه لوگا ما آورتگم. حمزه خیال کو که راست باشی. چون وقتی مرخصی بید آخوند پادت. عمر امیه پیش چه آخوند تک آخوند وقتی کوش طلب کدن هرچی جز پرس کو کوش ندیدم پیدای نفتم وقتی کوش. حمزه دید که عمرو گار بی یقین پیدا کو که حلوا چه کوشا آخوند بیتگم. غلامی وقتی دیم دا به دکان حلوایی کوش گیت با آخوندی دا. حمزه به لوگات تمام کیفیتی وقتی پت کرا براتن کرا گوشت. تمام چه کارا عمر امیه حیران بیتن. روچ دگر عمر امیه چه تمام زودتر پیسرتر به مکتب خانه رد. هر چوکی که دیتی معایگه گوشتی آخوند مرچی شما را مرخص کتا. اشان ربطن. پس نشت نندک جاگه آخونده که ما دوشکی توک کری است ما ای سرا نشت چه کسی گا وطی گا لاتی سیچینی در کو. درو سیچینی گتم دوشکا لک کتا. لابلای دوشکه آخونده ایر کتا. بعد چه ساعت معلمات تا نشت سوچنا پادا آخونده ربطن. عمر مثل جن جستکی جد و جستکی جد بس سری داد. آخونه پریاد کن. امیر حمزه کندک مردمان باز جمع بیتن. آخوند چه بازی خونی بیوش بیت. عمر امیه بدر لوگا آخوند یاد بجنین آخوند گوشتی که مولا مرتا آخوند
جنینم بیچارگا شیون و زاری و چه زنان و وجه لوگا آخونده چیز میت عمر امیه و عمله موت وجه حاضر کتن در ای بین آخوند با خوشاد پادت نیست پریادی کن من نمرده گم من زنده گم بچه مقدمه آخونده نقلی کت روچ دیگه هر چند امیر حمزه و عمر امیه و برگا مکتب طلبتا نیاد کن لیکن امیر حمزه در اندک مدت علم باز حاصل کد روچی عمر امیه پیش امیر حمزه گوشتی ای پالوان مگه تو نش کده و نزانه که خواجه بزرگ میره در حق تو چه برام گوشته عجیب گوشته تو به همه لوټه بان مولا به امیر حمزه گوشت ما هیچ معلوم نه اگر تو زانه بگوش عمر امیه گوشت چو گوشته بیتگی که ای طفل جهانگیر بیته تمام ولایت مسخر کنته پراش دین پیغمبر آخر زمانگا چه کنته پچکن و شاهان به تخته به تخت تابوت رسینی تو هیچ در پای دنبا نرو به کارانگا امیر گوشت چه باید بکنم عمر امیه روچان وردش بکن تیر اندازی بیاموز پس روچ دیگه امیر حمزه و عمر امیه هر دوی در لوگا کمانگر اتکن استاد کمانگر چون که امیر حمزه دید به تعظیم پادت به نزد وتی لوٹائنت لندنتی گوشتی ای پالوان کدام رنجه کتا امیر گوشت کمان من لوٹوں استاد کمانگر یک کمان بے نظیرین به دست پهلوان داد امیر کشت و گوشتی سختر چه ای کمان بیار کمانگر چه کمان در کمان چه هسته تمامی آورتن امیر تمام آزمایش کتن هیچ کدام لای قوتی ندی استاد چون ای پیمادید زانتی که مرد شجاعی هستین گوشتی ای پهلوان در خانه من یک کمانی هستین که به من میراث رسته اگر لوٹه آیه بیارم کمان اسحاق پیغمبر علیه السلام هستین امیر گوشت بیاری کمانگر کمان آورد به دستی امیر حمزه داد آیا نشانه هم در ساعت نندین پهلوانا تیر در چله کمانی یرکو دستی خم کد تیری با شانه همه پیما جد که نشانه یرکو که بر دیوار رسید چه دیوار چی گوست به صحرای کرد حاضران حیران بیتن پس چند روز امیر حمزه ملازمت استاد کمانگر کتی که در تیراندازی ماهر بید روچی امیر حمزه من دامنه کو ابو کبیس من گوزگه که مردی چپای کو چیرا آیگه نزد امیر حمزه رسید امیر حمزه گوشت ای مرد تو که گوشتی استاد تو امیر حمزه گفت من ترا هیچ ندیده کجا استاد من تو بیته گوشتی با حکم خداوند امیر حمزه شاد بید دستی آیی چکت پس مردا امیر حمزه تمام هنر پهلوانی آچه که لازم لشکر و لشکر کشی و جنگ هسته 2 ساعته یادی دا و غیب بید در قصص الانبیا قصص الاصحابه در قصص گوشی همه پیما ادکه که مرد چه رجال الغیب بیده که امیر حمزه هنرانی یاد داده و غیب بیده روچی امیر حمزه و عمر امیه گوشت ای عمرو منی واسه یه اسبی پیدا کن تا سوار بوم عمرو گوشت در طویله پت شما اسبی هستی که کسی پشت وقت سواری ندن دست امیر حمزه گفت در طویله یارد امیر حمزه گوشت تا اسبا زن بکنم
اسب زن کد چون که امیر حمزه پاد من در رکابا پشت اسب یرکو اسب سیرین پرشت محاکا کرد. امیر حمزه چه اسب جدا بید افسوزی ورد. روز دیگه امیر حمزه گوشت ای برادر برای من اسب پیدا کن. عمرو گوشت من رخصت بده تا رفت برون پیدا کنم. امیر حمزه عمرو رخصت داد. عمر امیه ما صحرا رفت بیابان گشت رفت دیدی که کاروانی اتکا و تارا توی درویشی پیما کتی با لباس درویشان یردکو در آ کاروانا رفت. نظری که دیدی که سوداگری نشته ورگی یک اسب بینظیر نزد آیی بسته. عمر امیه چون اسب دید من دلی گوه ای اسب لایک سواری امیر حمزه هسته. پس پیشت گوشتی خوش به سوداگره گوشت ای درویش بیا طعام بار. عمر امیه نشت لیکن پیوسته نظری به اسبا هسته. سوداگره گوشت ای درویش در اسبا چیه گنده؟ عمر امیه چم پرو آب کتن آی کشتی گوشتی ای خواجه من بچه سوداگری بیتم در لوگم پتون اسبان باز بیته من با اسبان سواریون کته هنی پت منی در گوشته یعنی مرته مرچی به ای روچا در منتمو. سوداگر دل به حال عمرو صدق گوشتی ای درویش خاطر جمع ببه که جای پت تو ما هستم. عمرو بگو ای خواجه منو نگه بدار که در خدمت شما بگو و همی پیما چتی اسبا نگهداری بکنم با خبر بگم. سوداگر قبول کن. پس عمرو خدمت اسبانی کد تا روچه که فرصت یاب با اسبا سوار بید به در رفت. اسبی پیش امیر حمزه آورد. امیر حمزه گوشت کجا آورد تگه؟ عمر امیه گوشت خریدم کتا چیز نقد دادم و چیز بچه چند روز وعدم کتا. پس حمزه که اسبی زین کد تا سوار ببی امیر یک پاده مرکابا کد پای دگه به زمین نایه که کمر اسب پرشت محاکا کرد. در هما ساعت سوداگر رسه چو اسبی وتی مرده دید خاکی به سر رد و گریوگی آغاز کن گریوگا لگه. امیر گوشت ای خواجه ای اسب تی بیتا؟ سوداگر گوشت هاو ای منی بودتا درویشی به دزدیا آورتا. امیر گوشت چه ای خبران تعجبی کد گوشتی ای خواجه دزد پجا کاره. سوداگر گوشت او پجی کارم. امیر گوشت در ای جمعه بچار. سوداگر هر چند نگاه کد درویشی در نظر نیاد پرچه که عمرو در وقت در لباس درویشی بیدتگه والهان لباس دگه هستینی. امیر گوشت ای خواجه چند روز هستین که اسب تی برتگی؟ سوداگر گوشت 10 روز هستین. امیر گوشت با اسب تی چه اندازه؟ سوداگر گوشت 7000 دینار. خریدم کتا پرچه که آیی پادشاه 7 اقلیم لوٹتا بیتا. امیر گوشت هنو بها چما بستان. سوداگر خوشنود بید دعا به جان امیر کد و رفت. چون روچ دگه بید پدا امیر به مردی گوه ای یار جانی من اسب لایق سواری برای من پیدا کن. عمر امیه وجه پدا چه شهر در ناد یکم که راه رفت باگی چه دورا ظاهر بید. کس تا باگی که باگی دیدی که دری پرنی. عمر امیه جسته که سٹه که جا بالای دیوار رفت دیدی که درون باگا یک حوض مزنین بینظیرین هستی. کوشکی بینظیرین دیدی باگ توکا و پیش آیی کوشک یا حوضی هستی. کوشک نیما نزانو چیه اوشی واجه نی اوشی با آب
که چه آیا بوی گلاب، یعنی آبها چه بوی گلاب و عنبر مایگه. و درون کوشک یک تخت دیوال همین وسطا یک تخته، همین 4 دیواری هم کوشک من لوگا کوچی هم نکلوشی تخت چه بلور نصب بیتا، تخت بلوره نصب کتا. ولیکن در کوشک کسی نیست، همین 4 دیوال من کلا هیچ کنی. و مجرد نندگ لورتی ایر کپت لورتی تخت سرا برندی وجه یک گرشی آواز چست بید، گوی که 1000 در 1000 نر دیو من گره گیا. که ناگان اسب گرش کنان ظاهر بید، پدید بید زاید. چون که عمر امیه حال دید، زید تخت چیرات کو وجه جستنی کتی تات کو وجه جت سٹ کرد با سر دیوال راه مکهی کرد تا نزد امیر حمزه رسید و کیفیتی باز نمود کو. پهلوان نزد بودی پتاعت آچش کتا بیدگتی بود پتهی گوشت رخصتی طلبه که اگه اجازه بدم برو اسبا به دست بیارم. خواجه عبدالمطلب اگوه فرزان اسب چه اسحاق پیغمبر هستین و تخت باغ همچه سلیمان هستین. چند مرتبه پادشاه کست کده که اسبا بگیرم، کسی دستی نداده تا آیا چطور به دست آوردی گره کاریه. امیر حمزه گوشت اگر فرمان داده بی ما او در رام بگند تا خدا تعالی چه کنده. چون عبدالمطلب دی که حمزه به گرگ اسب جهدی هسته آی رخصتی داد. پس امیر و امیه هر دوی روان بیدن تا با باغا رستن. عمر و واجه سٹک جنگ سک بالا دا جت سٹک و دوانشو دیوال سرا واجه پیر زمی سٹک جنگا جستنی کتی رب دیوال سرا. امیر هم ربط مودا مای کرن بردا ربط عمر امیه گوشت امیری گوه برو با تخت برن که اسب پیدا بی ظاهر بید. امیر گوشت بیا با هم برویم. عمر گوه انچی ترسی پا دلم منگا جا گفته که چه دیوار با چیرم من نتونم بیام. امیر کندت چه دیوار با چیرا چه دیوار چه بز چیرات با باغا رفت با تختا نشت. با مجرد با هما لحظه که نندگ آیه اسب ظاهر بید کست امیری کد که امیرا بجا هما اسب نه. پهلوان جستک جا گوشی و جا سٹک جا من گوشی آیه گفتی اسب گوشی گفت و پشتا آیه سوار بید. با مجرد سوار بیگا امیرا خونک اسحاق پیغمبر علیه السلام که سوار بید و تارا سواری و تی پجارد و رام بید. چه تندی نکتی. امیرا دید که اسب آهسته بید چه پشتا اسب یر کرد. اسب در مقابل امیر اوشتاد. چون عمرو و امیه ای پیما دید که دیوار پروشن که کار نیدن. امیر وقت ای عمرو دیوارا بپروش اسبا دنا بره. عمرو گوشت ادا مکان پیغمبر هستیم چطور بپروشنی؟ پس در باغ گردش کو دیده که یک حجره در بسته هستیم. رفتم به در حجره با تخت سنگی لکده که پلان تاریک حمزه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف در این مکان کهته خانک اسحاق چه آیه گیم و در این حجره 44 پرکالا سلاح هستیم. گون یک گنجی که در حجره هستید تماما بزیری و دیوار باغ بپروشی در نبرو. چون این نوشته دید شکر خدای از وجل به جای آورد و کفل حجره پروشته توکا رفتن حجره رفتن زین و لگام اسبه زورتن ته بر پشت
خانه که وجد دور دادم و صلاح خانه هم پچکو اول چه 7 پارچه حریر چینی، بعد زره تنگ خلق داود علیه السلام و موزه اسحاق پیغمبر و 2 زهم که آیه سمسام و کمکام گوشنته تمام زورتم. پس در حجره پچکت و گنجی هم به نیاتی هسته. امیر با عمرو گفت ای گنجا چطور در مکه برین؟ عمرو گفت شما در حمده بنندی تا من چاره پیدا کنم. پس چه باغا خارج بید، چند پرسک رفت دیدی که جمعی چه گله بانانا یعنی گله مزنی گونه نشتگن. به ایشان سلامی کد، ایشان جواب سلام داد. رند آیه رفت نزد آهان نشت کدر مویز من تو آمکه وشی اوشی مویز ما ورگا لگه وجا مویز وشی لگه پا ورگا کمو که وارتی در آرتی وارتی ورگا لگه گله بانان گوشت ای بچه کدری هم مویز به ما بده. عمر امیه چه مویزانی که با دارو بیهوشی هوری کتا بیتگا کمو که بشانی داد. با مجرد وشانی ورگا چه مویزن گلبانان تمام بیهوش بیتن. عمر امیه تمام اسپام و هشتران پیش کتن باقی آردن. تمام گنج و مال باری کتن با جانب مکه روان بیتن. در شهر مکه گوگا شور کپ که حمزه گو اسب اسحاق و مالی بازی مایگی. پس پتا و براتان آئی استقبال کد. امیر حمزه چون پتی وتی دید چه اسبا چیراد و پاد وتی پت کپ تمام همگی شاد بیتن. بعد گوشتی مالا و 3 قسمت کنی، یک حصه به فقرا مکه ده، حصه دوم هم در لوگا و پته دیم ده، حصه سوم با سوداگری که اسب آی مرتبطه بخشتی. سوداگرم مال گفت دعا خیرم به جان امیر کد و رفت. بعد چای امیر حمزه و عمر امیه هر روز به شکار رفتن و عیش و کمی اسب سر تردن تا به داستانشان اوشی برسیم واجه. یک کسیش ما گوش دارید تیم هم باز بسته رو بین سلامت به واجه. 32 یا 32 شما باید 33 هم 42 ثانیه هم واجه مشکن دکت نه تارم تونتی ها 52 ها برابر 53 بیت واجه. سلامت بادی الله میاری.